شاید در رسانه‌ها در مورد سلاح اتمی یا هسته‌ای زیاد شنیده باشین. چیزی که احتمالاً کمتر به گوشتون خورده بمب هیدروژنیه. جالبه بدونین تقریباً تمام سلاح‌های هسته‌ای که امروزه وجود دارن، هر چیزی که به عنوان بمب اتمی میشناسین در واقع نوعی بمب هیدروژنیه. بذارید اول با یه داستان تاریخی شروع کنیم. ایده اولیه تولید سلاح‌های اتمی در خلال جنگ جهانی دوم مطرح شد. انیشتین که همه اون رو به عنوان بزرگترین دانشمند دنیا میشناسیم، به روزولت که رئیس جمهور وقت آمریکا بود نامه نوشت و توی نامه از خطر دستیابی آلمان به تولید بمب اتمی گفت. آمریکا با همکاری دو کشور انگلستان و فرانسه پروژه‌ای محرمانه به نام پروژه منهتن رو استارت زدن که هدفش تولید اولین بمب اتمی بود. تیمی از برجسته‌ترین دانشمندان اون زمان در لوس آلاموس در ایالت نیومکزیکوی آمریکا دور هم جمع شدند تا با سرپرستی رابرت اوپنهایمر که فیزیکدان خیلی مشهوری بود پروژه منهتن رو انجام بدن. این گروه اولین بمب اتمی رو روز دوشنبه 25 تیر 1324 شمسی در نیومکزیکو با موفقیت آزمایش کردند. حدود 3 هفته بعد از این آزمایش آمریکایی‌ها بمب اتمی مشابهی رو که اسمشو گذاشته بودن پسر کوچیک یا لیتل بوی در جنگ جهانی علیه ژاپن استفاده کرد. خلبانی از نیروی هوایی آمریکا به نام سرهنگ پل تیبتس بمب اتمی رو در ساعت 8:15 صبح دوشنبه 15 مرداد همون سال روی شهر صنعتی هیروشیما منفجر میکنه. انرژی زیاد و تابش‌های مرگبار این بمب باعث میشه 140,000 نفر توی شهر بمیرن. بمب پسر کوچیک اونقدر ویرانگر بود که تا شعاع 1.5 کیلومتری همه چیز رو نابود کرد. در این بمب 25 کیلوگرم اورانیوم غنی شده استفاده شده بود و قدرت انفجارش معادل 15,000 تن TNT بود. در این نوع بمب‌های اتمی که الان تقریباً منسوخ شدن، از شکافت هسته‌های اورانیوم یا پلوتونیوم استفاده میشه. در واقع بمبی که هیروشیما رو نابود کرد، انرژی خودش رو از شکافت اتمی اورانیوم غنی شده میگیره و در بمبی که شهر ناکازاکی رو با خاک یکسان کرد، از شکافت اتمی پلوتونیوم استفاده شده بود. اما بمب‌های هیدروژنی که نسل جدید سلاح‌های اتمی محسوب میشن و امروزه در اختیار 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه و انگلیس هستند، به مراتب کوچکتر ولی قدرتمندتر از بمب‌های اتمی اولیه هستند. قدرت یک بمب هیدروژنی میتونه معادل 10 میلیون تن TNT باشه، یعنی صدها بار بیشتر از قدرت بمب اتمی که هیروشیما رو نابود کرد. بمب هیدروژنی میتونه تا شعاع 15 کیلومتری همه چی رو با خاک یکسان کنه. این بمب‌ها بر اساس همجوشی یا گداخت هسته‌ای کار میکنن و تولیدشون به مراتب از بمب‌های اتمی سخت‌تره. در بمب شکافت هسته‌ای اتم‌های اورانیوم یا پلوتونیوم میشکنن و توی این پروسه اتم‌های سبکتری تولید میشن. ولی در بمب همجوشی هسته‌ای اتم‌های سبک هیدروژن به هم جوش میخورن و اتم‌های سنگین‌تر هلیوم به وجود میان. پروسه کلی بمب هیدروژنی دقیقاً مشابه فرایند تولید انرژی توی ستارگان و خورشید. در مرکز خورشید هسته‌های 4 تا اتم هیدروژن اینقدر به هم نزدیک میشن تا توسط نیروهای هسته‌ای قوی به هم جوش بخورن و یک هسته اتم هلیوم ایجاد بشه. اما واسه این که هسته‌های هیدروژن که بار مثبت دارن بتونن اونقدر به هم نزدیک بشن تا همجوشی اتفاق بیفته، دمای خیلی خیلی بالایی لازمه. دمای مرکز خورشید 15 میلیون درجه سانتیگراده. ولی توی بمب‌های هیدروژنی باید دما رو تا 100 میلیون درجه بالا ببریم تا سرعت فرایند همجوشی هسته‌ای افزایش پیدا کنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این دمای فوق‌العاده زیاد رو چجوری ایجاد کنیم؟ جوابش استفاده از یک بمب اتمی دیگه است که به عنوان چاشنی بمب هیدروژنی عمل کنه. این بمب اتمی کوچیک از نوع بمب‌های اتمی شکافتیه که قبلا صحبت کردیم. اما بمب هیدروژنی دقیقاً چجوری کار میکنه؟ در واقع یک بمب هیدروژنی ترکیبی از 3 تا بمب که به ترتیب و با فاصله بسیار کوتاهی از همدیگه منفجر میشن. اگه کلاهک هسته‌ای در یک موشک بالستیک رو در نظر بگیریم، یک محفظه کره‌ای شکل در بالا و یک محفظه استوانه‌ای شکل در پایین دیده میشه.
فضای بین این دو محفظه از فرم‌های پلی استایرن یا همون مواد سازنده یونولید پر شده و کل اینها داخل محفظه‌ای با پوشش بریلیومی قرار گرفتن. بریلیوم برای پرتوهای نوترونی نقش آینه رو داره و نمیذاره نوترون‌های تولید شده در واکنش هسته‌ای فرار کنن و اینطوری سرعت و شدت واکنش‌ها افزایش پیدا می‌کنه. محفظه کره‌ای شکل بالایی از دو تا کره هم مرکز تشکیل شده. کره مرکزی که به صورت یک توپ کوچیک 10 الی 15 سانتی متریه، در واقع یک بمب اتمی شکافتی از جنس اورانیوم یا پلوتونیومه. دور این کره کوچیک با مواد منفجره معمولی مثل TNT پر شده. با انفجار این مواد منفجره، حرارت و فشار فوق‌العاده زیادی به کره کوچیک مرکزی وارد شده و باعث شروع واکنش‌های هسته‌ای و انفجار اتمی میشه. در مرحله بعد دما و فشار فوق‌العاده بالا و پرتوهای پر انرژی تولید شده توسط انفجار اتمی اولیه باعث میشه که همجوشی هسته‌ای در استوانه پایینی شروع بشه. توجه کنید که کل این فرآیند در کسر بسیار کوچیکی از 1 ثانیه رخ میده. طی همجوشی هسته‌ای دو ایزوتوپ هیدروژن به نام‌های دوتریوم و تریتیوم با هم ترکیب شده و هلیوم تولید می‌کنند. ضمناً مقدار بسیار بالایی انرژی آزاد میشه. دوتریوم و تریتیوم ایزوتوپ‌های هیدروژن هستند که برخلاف هیدروژن معمولی به ترتیب 1 و 2 عدد نوترون در هسته خودشون دارند. اما منبع دوتریوم و تریتیوم چیه؟ دوتریوم ایزوتوپ پایداریه و به مقدار کمی در مولکول‌های آب وجود داره و به این ترتیب میشه جداشون کرد. به آبی که به جای هیدروژن معمولی دوتریوم داره اصطلاحاً آب سنگین میگن. ولی تریتیوم ناپایداره و در طبیعت وجود نداره و باید به صورت مصنوعی تولید بشه. در بمب‌های هیدروژنی پودر سفید رنگی به نام لیتیوم دوتراید داریم که وقتی نوترون بهش برخورد کنه به صورت درجا تریتیوم تولید میکنه. به عبارت دیگه پس از انفجار بمب اتمی اولیه نوترون‌های تولید شده به این پودر سفید برخورد میکنن و تریتیوم تولید میشه. تریتیوم آزاد شده به همراه دوتریومی که داخل بمب داریم ادامه فرآیند همجوشی رو انجام میدن و به این ترتیب بمب هیدروژنی منفجر میشه و انرژی فوق‌العاده بالایی تولید میکنه.